اینجا کلاس هوش مصنوعیه و استاد بهزاد عباسی و علاقه میدن به استراحتن. این خانم بنده آذرجان خوش برای هوش مصنوعی آماده میکنه. و این فیلم رو به 3 دقیقه برسونمش که بذارمش روی یوتیوب. خب شما چیه؟ نظرت در این کلاس ها چجوریه؟ عالیه. فقط نیاز به تمرین داره. نیاز به تمرین داره که مهارت پیدا کنه. سرعت ایده ها چیه؟ سرعت و مهارت. ایده های مختلف حالا تو ذهنم هست. باید اونا رو از چت جی پی تی و دیپ سینک هم بپرسم. جواباش رو هندلش کنم با هم دیگه تا یه نتیجه کلی بگیریم. خب نه الان چه کاری مثلا الان تو ذهنته که میخوای انجام بدی؟ اولین کاری که میخوای انجام بدی میخوام به یادگار بمونه، بعدا تو یوتیوب بری ببینی که اون روز چه فکر میکردی و الان به کجا رسیدی. بذار فکرمو نگم دیگه. نه اون فکرایی که میشه گفته بگو، من میخوام 3 دقیقه رو پر کنم. شما به چند خون تو کلاس 3 دقیقه؟ نه نمیخوام، میخوام با شما صحبت کنم. خب میگفتی خدافظ. نرو دیگه، این 3 دقیقهش کامل نشده. نگفت فکر کنه ایده هاشو باید نگه داره بعدا سر موقع انجام بشه. چه میدونم، شاید درستش همینه. خدایی نگفت. گفتم چی؟ ایشون استاد بهداد حسین عباسیه. آخه همه درس تموم شده، برای چی بذارم چی درس بدم؟ مشکلی نداری. سوال داشتی بیاین تو رفعشخانه جلسات بعدی بشین. اونای همه نه ها، اونایی که گیر دارن کسی بسیار هست. با خانم مهربان هماهنگ